سلام رفقای گلاب و باحال و باصفا، آیدین هستم با کانال زرعرق. بعد از مدت طولانی بالاخره مهمون خونه هاتون شدم. ببخشید که ویدیوهای من دیر به دیر میشه. خیلی هم هستن همش میگن آقا چرا ویدیو نمیذاری، چرا کم ویدیو میذاری، چرا دیر به دیر ویدیو میذاری. واقعیت اینه که کار ما اینجوری که من نمیتونم تون ویدیو بذارم و خودم هم اخلاقیاتم بر اینه که بر اساس عدد و رقم و الگوریتم یوتیوب نباشه. دلم میخواد ویدئویی بذارم که به دردتون بخوره و به هر حال کار پیش ببره. بنابراین به بزرگی خودتون ببخشید. این ویدیو هم بسیار طولانی شده، زیاده روی نمی‌کنم و خیلی سریع بریم سراغ ویدیومون. خب برای ساخت ویسکی غلات یا مالت از جو استفاده می‌کنیم. برای این کار من 2 کیلو جو گرفتم. این پلاستیکایی که می‌بینید هر کدوم 1 کیلو جو هست. این جوها رو هم از نزدیک بهتون نشون بدم که یه وقت از گندم استفاده نکنید. حالا ممکنه بگید حالا چی میشه از گندم استفاده بکنیم؟ گندم طبع متفاوتی از جو داره، طعمش فرق می‌کنه و جو بازه‌ای بیشتری داره، مقدار بیشتری الکل بمونه. ولی در کل بله، از گندم، جو، ذرت، از تمام غلات میشه. بعد از اینا میریم سراغ آنزیم آلفا آمیلاز. آنزیم آلفا آمیلاز چیه؟ این آنزیم نشاسته داخل جو رو در دمای 50 الی 70 درجه به قند تبدیل میکنه و ما اون قندها رو با استفاده از مخمر به الکل تبدیل میکنیم. خیلی ساده است. متوجه شدید 100%؟ حالا مطمئنم سوال براتون پیش میاد، آقا آیدین ما که آلفا آمیلاز نداریم از کجا باید تهیه بکنیم؟ اگر نتونستیم تهیه بکنیم استفاده ازش اجباریه؟ نه خیر، اجباری نیست. ولی خب ممکنه مثلا اگر من با این آنزیم 1 لیتر عرق به دست بیارم، شما مثلا 75 درصدش به دست بیارید، یعنی 25 درصد از من کمتر الکل به دست بیارید در این مقدار. پس نگران هیچی نباشید و با قدرت ویسکی مورد علاقتون رو تو خونه درست بکنید و نگران هیچ چیز نباشید. همونطور که دیدید جوها رو ریختیم داخل ظرف و توش چرخی همطور میزنیم. سنگی، کلوخی، آهنی، چوب خشکی، چیزی اگه دیدید آشغال باشغالا رو جدا کنید و بعدش بریم توش آب بریزیم و ترتمیزش کنیم. یه نکته فوق العاده مهمی که قبل از اینکه آب بریزید باید رعایت بکنید اینه که ویدیو رو لایک بکنید و کانال زرعرق رو سابسکرایب بکنید. و اینکه هر سوالی، نظری، پیشنهادی، فوشی، بد و بیرایی، هر چیزی که دارید توی کامنت ها بر من بنویسید. همشونو میخونم و همه سوالاتتون پاسخ میدم و کاملا هر جوری که باشه راهنماییتون میکنم. خب بعد از اینکه 2-3 بار آب کشی کردید این آشغالا میان روی آب، اونا رو میریزیم دور و در نهایت آب میریزیم و میذاریم به مدت 8 ساعت 6 ساعت همین پر و پا بمونه و کاملا خیس بخوره. خب 8 ساعت گذشت رفقا. الان باید این آبا رو خالی بکنیم و خود گندم رو توی جایی پهن بکنیم که با هم تو ادامه میبینیم. همونطور که دیدید گندم رو توی سینی پهن میکنیم و روش یه پارچه پهن میکنیم تا رطوبتش از بین نره و 12 ساعت بعد میام بهش سر میزنیم. 12 ساعت گذشت و حالا اومدیم بهش سر بزنیم. باید اینو یه هم بزنیم و بهش یه مقدار آب بدیم تا همچنان مرطوب باقی بمونه. حالا سوال پیش میاد، آقا آیدین مسئله تو چطور به اینا آب بدیم؟ یا از این پیس هایی که دارید بدید یا آب معدنی رو مثل من بگی سرشو اینجوری 2 تا سوراخ بکنید همجوری به همشون آب بدید. کاملا باید خیس باشه. از دورش هم شروع کنید چون معمولا اطراف زودتر خشک میشه. کاملا بهشون آب بدید. این کار رو هر 12 ساعت انجام بدید. یعنی پارچه رو بردارید، هم بزنید، آب بدید، دوباره پارچه رو بذارید. 4 بار این کار رو بکنید که میشه 2 روز. بعد از 2 روز میام بهتون نشون میدم که چه اتفاقی برای گندمامون میفته، جوامون میفته. بله ببینید بعد از 2 روز اینطوری میشه. از نزدیک اگه ببینید یه جوانای ریزی زده، همون جوانه گندم، جوانه جو که میگن اینا. اینجا کار تموم و باید بریم سراغ بقیه برنامه اینه که جوهایی که مرطوبه یه خورده جوونه زده رو خشک بکنیم. چه جوری خشک کنیم؟ یا میذاریم توی فر یا توی آفتاب یا توی قابلمه یا توی شوفاژ، هیچ فرقی نمیکنه. من چون یه خورده عجله دارم توی همین قابلمه سریع تفت میدم و میدم بهش بده بره. البته همین سریع تفت میدم خودش 1 ساعت طول میکشه. کاملا باید خشک بشه، اینو اصلا فراموش نکنید. حتی یه خوردم نم نداشته باشه. اینم از قسمتی که خشک شد. کاملا باید ببینید مثل روز اولش دوندون از دستتون بیفته، ترد باشه. همه رطوبتش که گرفته بشه خودش اینطور. بعد از اینکه خشک کردیدش و رطوبتش رو گرفتید باید بریم سراغ مرحله بعد. کلا این ساخت ویسکی انقدر طولانیه که مجبور شدم همه رو تو یک قالب ویدیو براتون انجام بدم. مگر نه واقعیت اینه که باید این ویدیو به 4 تا کلیپ تقسیم میشد و من دوست نداشتم این اتفاق بیفته. بنابراین سعی کردم که کل این مراحل رو تو قالب یه ویدیو براتون به نمایش بذارم. امیدوارم که رضایت کامل رو داشته باشید.
خب حالا ادامه ماجرا. موضوع از این قراره که این جوهایی که خشک کردیم و برشته کردیم باید شکسته بشن تا اون نشاسته سفیدشون رو بتونیم به آب برسونیم. چجوری این کارو بکنیم؟ هم میتونید با این هاونگ یا گوشکوب این کارو بکنید یا مثل من از یه همچین وسیله استفاده کنید. حواستون باشه این کارو با مولینکس یا نمیدونم این دستگاهی که پودر میکنه اصلا نکنید. آسیا برقی میگن، حالا هر چیه، با اونا نمیشه. یا دستی این کارو بکنید یا یه همچین وسیله‌ای هستش توی ترکیه که هست 100%. خودم همینجا تهیه کردم. تو ایران نمیدونم، تو ایرانم مطمئناً باید باشه. یه همچین وسیله‌ایه که به صورت دستی میتونید ازش استفاده کنید و به نظرم با مولینکس هم بشه. یعنی توش یه مقدار بریزید و یه بار خیلی کوتاه این کار انجام بدید، شاید به صورت خرد بتونید بگیرید، ولی اون کار دیگه خیلی تکرار نکنید که پودرش بکنه. دیدید خلاصه من هم با انگیزه‌ای که داشتم و میدونم در نهایت میتونم از این کار الکل به دست بیارم، با قدرت فراوان این کار کردم. ببینید کاملا خرد شده، به هیچ وجه پودر نشده. این همون چیزی که ما می‌خواستیم. تا اینجای کار بسیار عالی پیش رفته و ما تقریبا 30% راه رفتیم. حالا وقت پختن جوهاست. برای پختن جوها به آب احتیاج داریم و دماسنج. دماسنج خیلی مهمه. لطفاً حداقل یه دماسنج معمولی اگر شده تهیه بکنید. برای هر کیلو جو حداکثر 4 لیتر آب اضافه می‌کنیم و این آب رو من 3 لیتر الان می‌ریزم. 1 لیتر آبو برای تنظیم دما ازش استفاده می‌کنم، چون یه جاهای دما رو باید روی درجه خاصی نگه داریم. به خاطر همون اون 1 لیتر آبو میام اون آخرش خورد خورد میکنم. شما هم اگه دوست داشتید میتونید این کار انجام بدید. قابلمه ها رو گذاشتم چون همش توی قابلمه جا نمیشد. تو 2 تا قابلمه این کار انجام دادم. 1 کیلو جو با 3 لیتر آب مخلوط کردم تو این دیگ و 1 کیلو جو با 3 لیتر آب توی دیگه. خب جوها در حال پخته شدن. مرحله پخته شدن حداقل باید 1 ساعت و نیم طول بکشه، یعنی 1 ساعت و نیم الی 2 ساعت باید پخته بشه. تو چه دمایی؟ دما حد اکثر 80 درجه باید باشه. همینطورم که دیدید دمای ملاط من الان 78 درجه است و میخوام یه خورده آب، اون 1 لیتر آبی که بود بهتون گفته بودم الان یه مقدارش اضافه میکنم که دما رو یه خورده بیارم پایین برسه رو 60 درجه، یعنی بین 60 تا 70 80 همینطور بازی بکنه، تو این دما باشه، به نقطه جوش هرگز نباید برسه. و اینکه بعد از 1 ساعت و نیمی که گذشت و جوهای ما حسابی پخت و اون نشاسته‌های سفید رنگ که جو رو ما شکوندیم گفتیم این نشاسته باید برسه به آب، تو این 1 ساعت و نیم رسید به آب. حالا وقتشه که دما رو بیاریم برسونیم به 50 درجه. چرا برسونیم به 50 درجه؟ چون الان وقت اضافه کردن آنزیم آلفا آمیلاز هست. علت اصلی اینه که این آنزیم فقط توی دمای هولوش 50 الی 60 درجه فعالیت میتونه بکنه. پس ما هم دمای دیگ رو تا اون درجه میاریم پایین، تقریبا سردش میکنیم، حالا یا با خاموش کردن شعله یا هر چیزی دما رو روی هولوش 50 درجه نگه میداریم. حالا جوها که پخته شدن، حتی من اون 1 لیتر آبم که ریختم، یعنی در کل الان 4 لیتر آب ریختم، بازم میبینید خیلی غلیظ شده و یک مایع خیلی غلیظی به دست آوردیم. نگران نباشید، وقتی که این آلفا آمیلاز رو اضافه میکنید 1 ساعت که بمونه میبینید یواش یواش دیگه این غلظت رو نداره و یه مایع تقریبا رقیقی بهتون میده. همچنین برای 1 کیلو جو از 2 قاشق مرباخوری آلفا آمیلاز استفاده میکنم. آلفا آمیلاز من پودریه، ممکنه شما آلفا آمیلاز مایع استفاده بکنید تو ایران، چون میدونم هست مایعش، اون رو هم به همین اندازه استفاده میکنید، یعنی 2 قاشق مرباخوری مایعش رو میریزید. حالا یه نصف قاشق هم میخواید اضافه تر بریزید برای محکم کاری، اتفاق بدی نمیفته اگر زیاد بریزید. خب همونطور که دیدید 1 ساعت آلفا آمیلاز من توی این ملات موند تو دمای حدود 50 درجه و میبینید که اون غلظت دیگه از بین رفته و خیلی شل و آبکی شده. الان اگر شما این ملات رو مزه هم بکنید طعم شیرین میده، یعنی تمام نشاسته به قند تبدیل شده. پس بعد از اینکه پخت 1 ساعت هم باید تو دمای 50 درجه با آلفا آمیلاز بمونه و بعد از اون کار ما تمومه. میریم برای ادامه کار. تا الان خیلی عالی پیش رفته، حدود 50% از کار ما انجام شده و حالا این جوهایی که پخته و تو آلفا آمیلاز خوابیده و نشاستش به قند تبدیل شده رو وارد دبه میکنیم تا بهش مخمر بزنیم و کار تخمیرمون رو آغاز بکنیم. یه شیرینی سنجی ریز هم کردم، عدد 1040 رو بهم نشون میده، یعنی این ملات من
هلوش 5.5% الکل داره. تا اینجای حالا وقت اضافه کردن مخمره. من هم میخوام از مخمر نان استفاده کنم، شما هم از مخمر نان استفاده میکنید اگر دارید. اگر مخمر شراب دارید، مخمر آبجو دارید، میتونید از اونها هم استفاده کنید. میتونید از آب انگور طبیعی، یعنی خود انگور رو قبل از اینکه بشورید آبشو بگیرید از مخمرش استفاده کنید. میتونید کشمش بریزید استفاده کنید، هیچ فرقی در کل برای این مواد از یک قاشق غذاخوری مخمر استفاده کردم. خب تو این قسمت باید از قفل هوا استفاده کنید. قفل هوا گازهای حاصل از سخمیر رو به بیرون انتقال میده بدون اینکه هوا وارد دبه. درب دبه رو سوراخ کردم، شلنگو کردم توش، دورشو چسب زدم. این ورش هم میکنم توی لیوان آب به همین راحتی. فقط یادتون باشه زیاد تو آب نباید فرو بره، آب رو کم بکنید، همین 1 سانت که فرو بره کافیه. دبه باید تو دمای محیط نگهداری بشه، یعنی یه دمای بین 20 تا 27 درجه، و حتما باید از نور دور نگهداری بشه. روشو مثل من اینجوری بپوشونید و بذارید ببینید 10 ساعت بعد چه اتفاقی میفته. میبینید بی‌نظیره، جو قدرتی داره که توی مخصوصا روزهای اول واقعا وحشتناک از قفل هوا گاز خارج. حالا من از این قفل هوایی که خودم ساختم استفاده کردم. شما اگر از این قفل هوایی اینطوری استفاده میکنید حواستون باشه که گاز باعث نشه که آب با فشار به بیرون بپره و داخلش خوش بشه. این حواستون خیلی باشه. خب ببینید مخمر باعث شده که تمام جوها بیان بالا و آب بره پایین. یعنی مخمر الان داره کار الکل سازی رو به نفع احسنت انجام میده. کاری که الان ما باید انجام بدیم اینه که این دبه رو هم بزنیم. میتونید خود دبه رو یه تکونی بدید، بلند کنید. اگه حجم کار خیلی زیاده خب باید در رو باز بکنید با یه وسیله چوبی یا دست حتی هم بزنید. اما حتما تا 2 روز اول روزی 2 بار در دبه به مدت 30 ثانیه باید باز بشه، یه تکونی بخوره و بسته بشه. بله 20 روز گذشت. توی این 20 روز تا 2 روز اول دبه رو هم زدم، بعدش دیگه کاری به کارش نداشتم و فقط هر از گاهی یه دبه رو یه تکونی دادم. تا امروز که روز 20 دیگه تخمیر تموم شده، مواد ته‌نشین شده و از قفل هوا هم دیگه گاز خارج نمیشه. الان وقتشه که این دملات رو عرق گیری بکنم و قبل از اینکه عرق گیری کنم میخوام از صافی رد کنم و آب تمیز، ملات تمیز رو عرق گیری کنم و جوها رو جدا میکنم ازش، یعنی اون تفاله ها رو از ملات جدا میکنم. بله تفاله ها رو از ملات جدا کردم، حسابی هم چلوندم، هیچی ازش نموند، خشک خوش شد. وقتی ملات بدون تفاله رو وارد دیگه عرق گیری میکنیم و عرق میگیریم یه عرق تمیز و خوش عطر و خوشبو و شفاف و عاری از هر گونه الکل. حالا وقتشه که این ملات رو بذاریم رو گاز و عرق گیری رو انجام بدیم. اما قبلش باید حتما لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید. این یک نکته خیلی مهمه. و اینکه این ملات خیلی زیاد شده، من باید اینو یه مقدار خالیش بکنم، 2 مرحله عرق گیری بکنم، چون خیلی زیاد شده ممکنه خود ملات از کندانسور من بزنه بیرون و گند به پا بشه. به خاطر همین این ملات باید یادتون باشه مثل من انقدر پر نکنید. من حالا اینو خالی میکنم. اگرم دیگ اینقدر پر بشه مطمئن باشید عرقتون اصلا شفاف نمیشه و کدر در. خب زیر گاز رو روشن کردم، عرق گیری من آغاز شده. حالا تازه دما 20 درجه است. اینم یه کندانسور ساده است. کل این دستگاه رو من قبلا ویدیوش هم براتون گذاشتم تو همین کانال. میتونید خودتون با یه دیگه زودپز و یه مقدار لوله مسی یه همچین دستگاه ساده درست بکنید. خیلی راحته، گفتم ویدیوش هم گذاشتم. این کندانسورش هم یه چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده. یه از زیر آب سرد میاد، از بالا هم که آب گرم خارج میشه میریزه تو سینک و از اون بغلش هم که لوله که گذاشتم عرق میاد میریزه تو لیوان. برید ویدیوش نگاه بکنید. این شلنگ سفیدم که میبینید شلنگ نسوزه، میتونید تهیه کنید تا 400 درجه دما رو تحمل میکنه و اصلا خطر نداره و مشروبتون هم بوی پلاستیک یا بوی بد نمیده. بله همینطوری که دارم باهاتون صحبت میکنم سرگل من شروع کرده به چکه کردن. عرق گیریم رو شروع میکنم و همینطوری که عرق داره چکه میکنه همه رو توی ظرفی میریزم. مجموع این عرقا وقتی رسید به 40% دیگه عرق گیری رو متوقف میکنم، چون من یه عرق 40% نیاز دارم. خب بعد از حدود 2 ساعت عرق گیری من تموم شد. تقریبا 1 ساعت و نیم اینا طول کشید. اینقدر به من عرق 40% داد. اینی که میبینید تقریبا حدود 600 میلی لیتر، یعنی از
نیم لیتر یه خورده بیشتر. پس نتیجه میگیریم 1 کیلو جو به ما حدود 300 میلی لیتر عرق میده، عرق 40%. الان موضوعی که ما اینجا داریم این عرق اونقدر شفاف نیست. من دلم میخواد یه خورده این عرق شفاف بشه، مثل اشک چشم بشه، اون چیزی که باب دلمه بشه. به خاطر همین من از فیلتر یخچال استفاده میکنم. دلم میخواد توی این ویدیو یه ردی هم از شفاف کردن مشروب بهتون آموزش بدم. البته خودتون همه استادید، ولی به هر حال اینم نگاه بکنید که ما مشروب رو چطور شفاف. ولی قبل از اینکه از فیلتر ردش کنم یه الکل سنجی میکنم که میبینیم فیکس عدد 40 رو به ما نشون میده و میخوام ببینم بعد از اینکه از فیلتر رد کردیم درصد الکل ما پایین میاد بالا میره چجوری میشه. چون خیلی هم میگن نه آقا از فیلتر یخچال اگه استفاده بکنی درصد الکل صفر میشه و از این حرفا، که میخوایم جلوی دوربین با هم دیگه تست بکنیم ببینیم که واقعا همچین اتفاقی میفته یا نه. اینم از فیلتر یخچال که یه ورودی خروجی داره، اینو باید دقت بکنید و همین دیگه از فیلتر. ضمن ویدیو آماده سازی این فیلتر یخچال رو هم توی همین کانال گذاشتم، لینکش هم میذارم توی قسمت توضیحات. بعد از اینکه این ویدیو تموم شد برید اینم نگاه بکنید، ممکنه به درد. فقط موقع استفاده کردن از این فیلتر یه خورده با صبر و حوصله بکنید، چون همجوری که میبینید خیلی آروم میره. ببینید داره یواش یواش میره، هرگز توش فوت نکنید، خیلی با فشار نریزید، بذارید به حال خودش آروم. بله رفقا، اینم از مشروبی که از فیلتر رد کردم. حدود 10 دقیقه رو طول کشید و الان اون چیزی شد که من واقعا دلم میخواست، مثل اشک چشم، زلال و شفاف و بیرنگ و خوشبو و خوش عطر. بذارید حالا درجهش رو نگاه بکنیم. قبلا 40% بود، الان ببینیم چقدر شده. من دقیق بهتون نشون بدم. بله یه نیم درصدی مثل این که کم شده. یعنی قبلا 40 بود الان شده حالا 39.5. اصلا چیز خیلی به نظر من قابل اهمیتی نیست. خب تا اینجای کار عرق پایمون رو گرفتیم از جو و وقت اینه که این عرق رو به ویسکی تبدیلش کنیم با استفاده از چوب درخت بلوط. یه همچین شاخه ای از درخت بلوط من کندم و ببینیم که این چوب رو از کجا میشه تهیه کرد. اون دوستانی که از قدیم پیج من رو دنبال میکنن میدونن که من ترکیه زندگی میکنم و الانم اومدم نونوایی چیکار کنم؟ فکر کردم اومدم نون بگیرم؟ نه، به عشق شما بالای قله قاف هم که باشه من میرم، نوک قله کوه هم باشه میرم. نونوایی که دیگه سهله. توی ترکیه تو تمام نونوایی‌ها، یعنی توی اکثر نونوایی‌ها از چوب درخت بلوط استفاده میکنن. این چوبایی که میبینید چوب درخت بلوطه که توی تنورشون دیگه مثل ایران نیست که گاز داشته باشن، اینا گرفتارن. منم ازشون خواهش کردم تا بیام از این انبار چوبشون یه ویدیو بگیرم و خیلی هم لطف کردم به من یه اجازه رو داد و همینطور که میبینید اینجا هم پر از چوبه. بنده خدا به من گفت هر چقدر دلت میخواد میتونی برداری. یه شاخه کوچیک از همینا برمی‌داریم. به ترکی هم به اینا میگن مشه. میتونید به مثل من برید از همین نونوایی‌ها، دوستایی که ترکیه هستن، برید تو همین تنوریا بگید یه تیکه از چوبتون رو میخوام. منم این شاخه نازک رو برداشتم، اینو خوردش میکنم چند تیکه. این پوست روشو باید بکنیم و خود چوب رو اینطور که میبینید نازکش کنید. حالا با هر وسیله‌ای که دارید کوچیک کوچیک ببریدش همینجوری که میبینید. اینم در نهایت حالا میشه مثل همون چیپس بلوطی که میفروشن. تو ایران هم فکر میکنم باید از توی نجاریه حالا تهیه بکنید، دقیقاً نمیدونم واقعا، ولی مسلما از توی نجاریه میتونید سر نخ بگیرید که این چوب کجا پیدا میشه. این چوبا به طور کلی معمولاً تر یا خیس هستن، یه مقدار نم دارن. اینا رو میتونید مثلا من بریزید توی قابلمه، یه مقدار حرارت از زیر بهشون بدید، خیلی راحت خشک میشه، چون حتما باید خشکشون بکنید. بعد از اینکه خشک کردید روی اجاق گاز یه مقدار نیم سوزشون بکنید همینجوری که میبینید. خیلی سخت نگیرید، به همین راحتی اینا رو نیم سوز بکنید کار ما اوکی میشه، حله. حالا این چوبایی که نیم سوز کردیم برای تقریبا نیم لیتر عرقی که داریم هولوش 5-6 تا تیکش کافیه دیگه، خیلی هم نیاز نیست بریزید. عرق رو مستقیم بریزید، داخلش درش رو ببندید و بذارید یه گوشه بمونه. دیگه مهم نیست نور باشه نور نباشه، نمیدونم دمای محیط چجوری باشه، اینا اصلا اهمیت نداره. بذارید هر چقدر که دلتون میخواد بمونه. حالا اون دیگه بستگی به ذائقه خودتون داره. حالا بعد از 10 روز ببینیم که چطوری میشه. بعد 10 روزش شد این و به نظر من باید بیشتر بمونه. و اما روز 40 این شما و این ویسکی جو زرعرقی
حالا یه مقدار تیره تر شده دیگه، خیلی هم سیاه نشده، ولی به نظر من همین قدش کافیه دیگه. خیلی طول میکشه چون باید وقت براش بذارید، یعنی فکر میکنم تقریبا 3 ماه اینا باید بمونه تا اون رنگ خیلی تیره رو بگیره، ولی به نظر من همین رنگ نظر ذائقه من اوکی براش. ضمناً اینم بگم با همین چوبای ویسکی میتونید توش مغز هل یا حالا گیاهای معطر دیگه هم بریزید. یه سری ویسکی های اسکاتلندی هستن که اونا طعم وانیل و حالا طعمای شیرین و این سبکی دارن، میتونید اونا رو هم توش قاطی بکنید، ولی من دیگه نخواستم حالا خیلی پیچیده بکنم کار رو. حالا وقتشه که این ویسکی رو از صافی رد بکنیم و دیگه بطری کنیم و برای مصرف آمادش کنیم. بطری کردنش هم کاری نداره دیگه، یه تیکه پنبه یه چیزی بگیرید بذارید توی قیف و ویسکی رو سرازیر کنید و تمام، همین، کار خاصی هم نداره. این پنبه ها رو فقط میذارم شاید اون قسمت هایی که مثلا سوخته از چوب توی ویسکیمون معلق شده اونا دیگه توی بطریمون نره، اون پنبه فقط از همین جلوگیری میکنه. بله، قسمت آخرش هم داره از همین پنبه عبور میکنه. میبینید یه خورده سیاهی ها، همون قسمت های سوخته و اینا روی این پنبه مونده. هم بهتر که این پنبه رو گذاشتیم، مگر نه اصولی نبود. اینجوری خیلی بهتر و شفافتر شده. به به، رنگو ببینید. با آدم حرف میزنه، صحبت میکنه، داره میگه عجب چیزی ساختی به من، عجب کاری کردی با من یه جوی بی مصرف بودم، تو با من چه ها که نکردی. ولی به نظرم بطری کردم انگار رنگش عوض شد. چرا اینجوری شد؟ اونجا روشن، اینور تیره تره. درست شد. این شیشه ها مثل این که مقدار آدمو گول میزنن. خب بس مشکلی نداره. تقریبا دیگه همه کارامون تموم شد و روز موعود فرا رسیده. این همون روزی بود که از 2 ماه پیش انتظارشو میکشیدم. اینم میزنم فقط به سلامتی خودتون. شماره عشقه. عالی، تو فوق‌العاده، بی‌نظیر، بهتر از این نمیشه. خداییش بگم واقعا خیلی عالیه. اصلا با این جک دنیلز و رد لیبل و اینا واقعا هیچ فرقی نمیکنه. اصلا نمیتونم بهتون هیچ توضیح. باید خودتون برید درست بکنید و دیگه اصلا هیچ حرف و حدیثی من دیگه اضافه نمیکنم. برید درست بکنید ببینید که چطور میشه. و این ویسکی زیبا رو باید توی همچین لیوان قشنگ و زیبایی بریزید و میل بکنید. این لیوان رو هم یکی از دوستای عزیز ما به ما داده و این به یادگار دست من میمونه. هر وقت که بخوام مشروبی بزنم حتما با یاد و سلامتی اونها این کارو. و اگر این ویسکی رو درست کردید بدونید که این ویسکی رو نمیشه روش قیمت مالی گذاشت و یه چیز واقعا بی‌نظیره. هم به خاطر زحمتی که براش کشیدید، هم از جنبه طبیعی بودن و اورجینال بودن و ارگانیک بودنش. و این رو توی شیشه و بطری خوشگل بریزید و به کسی که واقعا دوستش دارید هدیه بدید. خیلی مخلصم، خیلی چاکرم. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. ویدیو خیلی طولانی شد میدونم، ولی چاره‌ای نداشت. سعی کنید تو مصرف الکل همیشه حواستون اول به سلامتیتون باشه. تا جایی که امکان داره کم الکل مصرف بکنید و سلامتیتون در اولویت باشه. و اینکه دلتون همیشه شاد باشه و لبتون خندون، تنتون سالم و جیبهاتون پر از پول و ثروت.